سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال مستر ویش. بله، مستر ویش هستم و اومدیم با یه ویدیو دیگه. این دفعه گیم مود پیلار میخوایم با هم بریم که قولش رو بهتون داده بودم و اینکه حرفی برای گفتن نمیمونه، فقط لایک و ساب فراموش نشه. برو که ویدیو رو داشته باشیم. Let's go. آره اومدیم پیلار یا ابوالفضل. خدا بچه ها ویدیو قبلی رو اصلا حمایت نکرد، لطفا حمایت کنید. من تازه شروع کردم. آقا این دست من چرا با ریسورس بک اومدم؟ بله مدیونید. فکر کنید که داشتم بدوار بازی میکردم و یوهو تصمیم گرفتم که داداش مدیونید. فکر کنید که داشتم بدوار بازی میکردم و یوهو تصمیم گرفتم که برای شما ویدیو آپلود کنم. مستقیم اومدم اینجا. دمش گرم داره فقط بلاک. بابا بذار من حرفمو بزنم. میگم دمش گرم فقط داره بلاک نمیده. اوکی میخوام با دست بیل بزنمتون. آی هرو. آره پرچم، این پرچم منه، اینم چیزه. آره منه. یکی پایینه، یکی دو نفر اونجا فایت میدن. نه اون کسی نیست. اوکی یا خدا خوب شد نپریدی. آقا چی شده؟ اوکی چرا من زدم این؟ ای خدا من بیشتر هم میتونم بزنم. چی آقا ترپتورا چرا مشکل؟ برو وای بردم. لیتس گو بردم. اینا اینجا نوشته امارویش 8 برنده شد. بله به صورتش کاملا حرفه‌ای. بله حرفه‌ای، اصلا هم از روی شانس نبود. بله بردیم. ای خدا این چیه؟ آقا سری بازی رو شروع بکن. 16. آقا باگ یا خدا داداش برگشتیم لابی. باگ خورده بود. چه باگی؟ آخه بگو کرم داری این شیشه ها رو میکنی. برو بریم. این دست چند نفر است؟ اینم 16 نفر است. آخه بگو 16 نفر رو میخوای چیکار داداش؟ دهنت سرویس. به کدوم قوطه برشیم؟ دارم من بریم پایین آقا، بریم پایین. پلن پایین. اوکی اینا رو بگیریم. برو پایین دیگه. من وای چرا اینجا زدم؟ میخوام یه حرکت بزنم اگر گرفت نگرفتم به درک. بله میگیره.
میگیره ولی به سختی میگیره. اوکیه داداش. آقا وول بچه بازی من باگ شده ها. پرچمم بدم این چرت و پرتایی کنید. بیاید اینجا بخورید. از اینجا نمیتونم برم ما یه گوی خوردیم این شیشه رو گذاشتیم گیرمون انداخت اینجا. ریسورس پکر رو مخمه عوضش هم نکردم. آیرن گله بود. آقا این چرا شکلش وول خوب شد نپریدم سری روش. واقعا باید ریسورس پکر رو عوض کنم. اینم از روزگار من. آقا برو پایین دیگه برادر. obsidian بله obsidian. برو بریم آخرین بلاک اینم از. آقا حالا من چیزی ندارم برای فایت. آقا یه چی بده من فایت داداش. نمیدونم چیه فقط دارم میخورم. اوکی اندرپل داد. این خیلی چیز خوبیه. اینا چیه بابا سریع بده یه چی. آقا من یه چی برای فایت میخوام وگرنه اینا رو میزنم. یه خوبی که این پیلار داره اینه که بازیکناش پی وی پی شون نمیگم بده ولی اکثرا پی وی پی شون یه ذره ضعیفه. برای همین حالا شانس ما خوبه. وسیله بده دیگه. دست تبر بده. هر چی میدی بده داداش. آقا یا آقا من کی جونم رفته بود. 3 تا جون چرا داشتم. کی بابه اصلا نباید 16 نفره بریم. نظر من همین 8 نفره بهترین چیزه. آقا این دست آخر. این دست آخر داداش بذار بمونی آخه من چی بگم به تو این خدا. آقا این پلن پایین رفتن ایناست. اوکی اگر این وول بمونه. آقا باگ بچه ها باگ. وای یه دست دیگه آقا خدای یه دست دیگه. این نامردی بود آخه چرا اینطوری شد. وایسید ریسورس پک نه بذار ریسورس پک بمونه چون طول میکشه تا بره. همینجا میمونیم تا افراد بیاد. من ویدیو رو استوب میکنم تا بیان بعدش شروع میکنیم. آقا اومدن یه چند نفری اومدن 6 نفریم. برو بریم دیگه. دیدم بازی داره شروع میشه میخواستم 8 نفرم. فول عالی. میگم من ببینم کدوم یکی از اینا میره پایین. اگر این موند بالا برم سمت این. اون داره میره پایین. اون هست. گل بره پایین. ماهی بره پایین. داداش دارم میاد همونو بکنم تو ملاجت. به خدایی به دست تبر. بیاین دا ببینم بچه کجایی قصوزایی.
داداش خوش به حالت آب داری؟ چی؟ آه مهم نیست آقا یه دست دیگه هم میریم حالا به خاطر داداشای گل، به خاطر مرام معرفت میریم یه دست دیگه رو. فقط لطفا حمایت کنید. من تازه یوتیوب رو شروع کردم، فکر کنم این ویدیو سوم یا چهارمم باشه، نمیدونم، فکر کنم سومه. آقا حمایت کنید، لایک ها رو برسونید به 10 تا هم من راضیم. بازدیدا بره 20 تا برام مهم نیست، فقط یکم آخه حرمت نشون بدید. داداش بیا اینجا ببینم بچه کجایی قصد اوه بچه کجایی قصدایی. بیا اول بلاک ها رو بذارم بعدش برم روش. یو این چی بود؟ آخ اینو بکنید. yes baby. خدا چی شد؟ اوکی باختیم. خب دیگه بسه بچه ها. تا همینجا ویدیو یکم تایمش رفت بالا و اینکه مرسی که ویدیو من رو تماشا کردید و اینم گیم مود پیلار بود. حالا براتون تا چند روز آینده گیم مودای پیلار رو میذارم، چند تا ویدیو دیگه ازش. بدوارز هم میریم و اما بدوارزی که میخوایم بریم میخوام چالشی باشه. برای مثلا بدون وول یا بدون سورد. آره میخوام چالش بذارم. حالا درسته که ما همون عادیش هم نمیتونیم ببریم آخه ای خدا، ولی باز براتون میذارم. فقط یکم حمایت کنید. حرفی برای گفتن نیست، فقط لایک و ساب فراموش نشه. بای بای.